آقا چند وقت پیش بود که آقای مسی یا به قول آقا طاها آقای مسی اومدش یه نوشیدنی معرفی کرد. گفت آقا این مرچ منه. یه نوشیدنی هایدریشن معرفی کرد که این نوشیدنی مسیه. آقا های بروز واتساپ اماراتیتی هستم و خوش اومدید به ویدیو من به همراه طاها. امروز اومدیم که نوشیدنی مسی رو بخوریم. آقا پسی دیگه، همون پسی، همون آقا پسی. آره البته ناراحت نشین آقای مسی فن ها. من خوشم نمیاد. آره این خوشش نمیاد، رونالدو فنه دیگه. این نوشیدنی مسی که قیافش به طرز عجیبی شبیه پرایمه، اصلا خود همون پرایمه اصلا. فقط همون برگی برنده رو برداشته. آره همون دیزاین بطریش دقیقا همون پرایمه و پرایم هم اونایی که یادشونه دیگه. چه نقش مهمی در این چنل داشته و چه تأثیری بر طولانی مدت گذاشته به این چنل رو. مثلا سهام پرایم سقوط کرد. واقعا؟ آره. بعد گفتی بعد بود که بعد گفتم دیگه. ما اینجا ببین اینجا چیز نمی‌کنیم. دروغ نمیگیم. دیگه آشغال باشیم میگیم. خب آقا بگو اول همه‌شو می‌خوریم بعد میکس می‌کنیم. اول همه رو می‌خوریم بعد میکس می‌کنیم. اوکی. تمام. بری کوپا کراشه که اینها بری کوپا کراش همون تقریبا میشه بلو رزبری مثلا پرایم. بیار اون یکی هم نشون بده. این میامی پانچ که بعد بلو باشه فکر کنم، از رنگش دارم میگم. اورنج دو اور که پرتقال و اینم که از قیافش مشخصه لیمونا. کدومو باز کنیم آقا چی فکر می‌کنی خودت؟ من میگم با این آبیه شروع کنیم چون فکر کنم تو ویدیو پرایم هم با همون بلو رزبری آبیه شروع کردیم. برو یه بوش نکنیم؟ دارم بو میکنم. یه بو خوشبوه حاجی. همون دقیقاً بوی همون چیزو میده، بوی همون پرایم رو میداره. من بلوبری پرایم نخوردم، فقط اون سفید قرمز چی بود مثل هندونه بود؟ نه اون چی بود اون؟ قدم بد مزه بچه. یه چیزی بود مثل بستنی یخی همچین مزه. اسمش هم کاتن کندی. آره. من یه خورده ته لیوان میریزم که ته لیوان. این ته لیوانو ما به عشق تهلیوانی‌ها میگیم. YouTube. This is not alcohol. This is Moss Plus. عجب چیز. خوبه. خوشت اومد؟ خوشت اومده. بد نیست. یعنی خیلی چیز عادیه واقعا خیلی یه خورده ترش اول. آره یه ته مزه ترشی داره. خیلی بیرنگه این برای من عجیبه. آره بیرنگه. پرایم یکم رنگ بیشتری داشته دیگه. ولی بیرنگ باشه بهتره دیگه، یعنی کمتر رنگ مصنوعی، ولی خودت دیگه باید بریزم. همه گلای مسی رو میده. ببین چی میگم آقا. مزه‌ش چیز خاصیه، یعنی یه چیز مشخص مخصوص به خودشه. نزدیک پرایم هست مزه‌ش، ولی یه چیزی بگم از خود شخص مسی که بدم میاد اصلا اون اون که ولی طعمش واقعا خوبه. از پرایم خیلی بهتره. واقعا از پرایم بهتره. ببین من الان یه لیوان دیگه ریختم و دارم میخورم. پرایمو نمیتونستی این کارو بکنی چون که شکر خالیه. دقیقاً. ولی این باز یه ترشی خاصی تو خودش داره. اینجوریه که اگه انتخاب دیگه ای نداشته باشی میخوری، ولی پرایم اینجوریه که انتخاب دیگه ای نداشته باشی ترجیح میدی تشنه بمونی. حالا اینو بخور که یه جا برم بالا. یه جا برو بالا که ما به بقیه‌اش هم جا برسیم. خوشمزه نبود؟ چرا دماغتو میگیره؟ یکم طعم دارو میده تهش. آره یکم طعم دارو هم داره راستی. کالریش هم بخوام براتون بگم 10 کالریه. شکر نداره، فیبر نداره، پروتئین هم نداره. هیچی نداره. فقط سدیم داره و حالا مثل خود مسی هیچی نداره. بس دیگه. حالا من خودم مسی فن نیستم و من نیوترالم، ولی این جنگ رو میسپارم به شما و تا من فوش ندینم. تو ویدیو تو کامنت ها صحبت کنید با هم. آقا کلسترول هم نداره. آره هیچی نداره دیگه، فقط نمک داره و آره دقیقاً. یه چیز اصلا خاصی نیست که فکر کنین الان. آره تو ایران نیست. شربت نیست، ساندویچ قشنگ. آره ساندویچ. صد رحمت به ساندویچ. ای بابا بس دیگه، خسته شدم انقدر تخریب نکنید. ساندویچ الان منبع درآمدزایی برای بعضیا. بله دقیقاً. بعضیا زندگیشون با ساندویچه. آره حالا بماند دیگه. بماند کیا رو ما میگیم. آره بماند ما کیا رو میگیم. ولی آره اینا الکترولیت هم هستن، یعنی اینا الکترولیت میگن که مثلا آب نارگیل الکترولیته. بعد از مستی به کسی که مست بوده الکترولیت میدن که حالش خوب میشه. حالا چیزی به الکتریسیته ربطی نداره ها، ولی
پس یعنی اگه هر کی آره هر کی مس باشه هنگوور تا باشه ته باشه اینو بهش میدن. آره هر کی هنگوور دقیقاً چیکار میکنه باش؟ حالشو خوب میکنه؟ حالشو باید جا بیاره. جا بیاره دیگه. آقا نبردی امتحان کنی. نه اون دیگه بودجه ویدیو نرسید. نرسید. آره به این امید دارم اون قیافش قشنگ. خیلی باید ترش بشه. آره این که اگه این ترش بود دیگه این بیشتر باید ترش بشه. لیمون. بو لیمون میده. آره فقط بو لیمون میده. این طعم لیموناده ایرانو میده. بوی آبلیمو 1 و 1 میده. آره یادت رفت بعد بفهم. سلامت به خدا. یه طعم لیموناد ولی یه مزه عجیبی هم مزه دوایی که هستش. نه آره شاید ولی ولی مزه داروه رو داره. واقعا بد نیست. طعمی نمیده این اصلا. باز اون بلوبری یه طعمی میدادیم. همونم نمیده. بلوبری بهتر بوده. آره. ریتینگ ندیم بهشون. قبلی هر چی میدیم؟ 1 تا 10. 1 تا 10. آخه بقیه رو نخوردیم. آقا آره. 10 و نگه دار برای یه دونه که خواست. آره دیگه. خب ولی نه بگو الان 1 تا 10. من به این حقیقتا چون نزدیک دور قشنگ به سیس این پسیل 7 میدم یه جورایی. آره 7 خوبه به نظر من برای این عادلانه است تا اینجا. زیادش میگیم ساندیس بهتر از اینه. ببین چیه این 7 بین اینا دیگه نه کلا. بین اینا آره کلا که 4 3 مثلا این شکلی. آره نه آجی این یک آشغال به تمام معناست. آره آخه قیمتی هم نداشت. چنده؟ اینو من حالا یه دفعه که تو وسط حرفت از کجا گرفتی؟ از والمارت من گرفتم. والمارت آف زده بود اینو. بله. 50 سنت شده بود. برای بچه‌ای که نمیدونن بگو کجاست والمارت. والمارت یه جایی مثل هایپرمارکت که دقیقاً. همه میشناسن والمارت. میشناسم خب میشناسم. ایران داشت آمریکاییه برای خودش. آره آجی برو بریم. بچه‌هاش تو آمریکا نیستن ولی عشقشو دارن. دقیقاً. One eternity later. 50 سنت شده ولی من اون تخفیف رو میس کردم 2.97 گرفتم که بر مقایسه با پرایم اونو من $7 گرفتم پرایم رو نشستم به در نگاه. $7 و تقریبا تو 10 پاچت و 10 تا پرایم بوده. $70 پول اون ویدیو شد. کمرم شکست من. آقا بیا بریم تو بیزنس آره آب بریم شکر. واقعا تو بیزنس آبقندی که میداد یکی قش میکنه آبقند بهش میدن. همون. این همونه فقط خورده شیک و پیک. با توف آقای مسی قاطی. آره با توف آقای مسی قاطی. برو بریم. خب آقا ما همه رو یه بوی داریم میکنیم. ولی بوش بچه خیلی خوبه. بوهای چیزی داره تروپیکال. اوخ نه این مصنوعیه بوش یعنی قشنگ پلاستیک آبی. دقیق. رنگش هم شبیه شربت میمونه. شربت چیز شربت سینه. یه شربت سینه شربت گلابی چیزی دقیقاً. اون رنگی یعنی روز واتر دقیقاً. اون رنگیه مثلا. اوه آجی این فکر کنم 0. آقا باز یاد دفعه نخوردم که بو کردم. کردی که با این خوب نبود وای این خراب کرد. آجی لپمو جوری کرد. زخم بود. آره وای خیلی بده بچه. ببین این هلو کلا داستانش همین وسط طرف دیگه توف مسی نیست چیز دیگه یاد بمون. ولی آره هلو کلا داستانش همینه. پرایم هم ما گرفتیم هلوش بدترین مزهش بود. جدی؟ آره مطمئن هلوه ما شاید انگلیسیمون 0 چیز دیگه هستی. واسه بچه لیمو رو ما نمره نداد. لیمو رو من اگه این حالا این چی بود اسمش این بری کوپا کراش رو من دادم 7 اینو میدم 6 مثلا چون یه پله از اون پایین‌تر بود. اینم که واقعا بین اینا 4 و به ادیتور عزیزمون بگیم که اینا رو اد کنه. جوابش که هر چی بشه 20 دیگه بهتره. آره دیگه هر کدوم بشه. قبلی پس تو چند دادی؟ 7 قبل به این 7 ببینم بیارش به این ببینم. ایشون 7 داد من 5 دادم اشتباه. تو 5 دادی. اینو چند دادی الان؟ 6. من به این 7 میدم. اینو خوش آورد. خوشت اومد. با اینکه طعم عجیبی داشت. اینو زیاد نمیگی؟ خودش زیاد نمیگی 4. چرا؟ 3 من 2 هم به این بدم واقعا زیاد دادم بهش. خب این پس شد 5 خیلی اصلا کمتر شد. آقای مسی این چه محصولیه به مردم میدی؟ بعد ببین فکر کنم این تمام طعماش همیناست یعنی گستردگی طعماش هم همیناست کمتر از پرایمه. حالا پشتش نوشته اینجا که عکس خود آقای مسی هم انداخته. In order to achieve my goals
I first had to learn how to take care of myself. به به. Positive positive میخونه. positive hydration with amazing taste is essential for our daily lives. So I want این داره قش میکنه اینجا من خیلی بده حاجی. این واقعا بد. For our daily lives. I went to work on a drink of my own Moss Plus because we all deserve to feel like champions. بله بله. فهمید. اینجا هم که امضاشه. خودش دزدی میکنه چمپیون داره واسه. آره دیگه. حالا این بحث خیلی گسترده ایه که مسی دزده؟ نه اصلا مسی دزده نه، اینکه مسی خوبه یا بده این نه خیلی خوب که بحثه. هست ولی پای رونالدو هم نمیرسه. همون انگوش کوچیک. همون بحث گسترده. آره. من میگم من اینجا بی‌طرف هستم. خب این پرتقال باشه. پرتقال باشه. آره این اورنج دو اور که آخرین طعم ماست و امیدوارم چیز خوبی باشه. و واقعا برای ورزشکارایی که میخوام بدن بسازن مثل آقا متین و من همونجوری که گفتم دستور نشون بده. حالا استخون این که ولی خب شما نشون بده که من حالا آره این کارایی کردیم دیگه. یه بار دو این بیا دو بار بیا. اوف حالا یا بو کنیم. اوه قشنگ شربته اون شیره های سنیچ بودش که شیره های سنی. آره دقیقاً همونه. شیره های سنیچ اون شربت های قلیزی شبا قلیزی که داشته پارتی میکرده دوستش آورده. درش هم نارنجیه. زده رنگ نداره. چرا حالا درش نارنجی شده؟ نه رنگ داره که زده آرتیفیشیال کالر نداره دیگه. رنگش یکم عجیب نیست آقا متین. چرا رنگش یه خود خیلی عجیبه. آقا مسی این نه توف بوده نه چیز دیگه ای بوده. خب آقا بسم خیلی الله. قدرت میخواد تو که حدود 1000 تا پک از اینا رو پر کنی هر روز. واقعا بله. آقا خودمون هم داریم میخوریم اینجا. آره خب ما لذت میبریم. یارو جام جهانی داره قربونه. تلاش میکنیم لذت ببریم از نوشیدنی. تلاش میکنیم لذت ببریم. شبیه لیمونادشه این. طعم نداره اینقدر اینا رو خوردیم. حاجی وقتی میخوری طعم شیرینی داره همشون. مزه شیرینی داره ولی زده قند نداره. شاید چیز داره دیگه. کلا بردن رسید. نه اون قند بدون قند هستش اونایی که دیابت قند بدون قند. قند بدون قند نداره. قند بدون قند ما داریم پس چی؟ نمیدونم. عجیبه قربونت برم. اونایی که دیابت دارن از سویتنر استفاده میکنن میگن. کوکای زیرو. دکتری به من بگو. نه والا دکتر نمیگفتی به ما. بابا بزرگ من قند داشته از اون نظر میدونم که چی. کوکای زیرو خوردی دیگه. بله دایت کوک خوردم. دایت کوک. آره. دیدی شیرینه؟ نه زیرو کوک راست. همون زیرو کوک. آره. دیدی شیرینه دیگه. آره اون ولی قند نداره. خب دلیلش میشه به ما بگی. دوربین به بچه‌ها. آره یه دونه شیرین اینا میدونن بچهای تو خونه خب اگه یه دونه‌تون بدونی من اسمم رو تا عوض کنم به توت فرنگی. یه دونه ماده شیرین کننده است به اسم دوستان کمک کنید یادش رفت. آسپارتام. جان از خود در نیومد. به والله الان سر بیاد کامپیوتر باز اینجا من اینو سرچ رو میگه بچه. One eternity later. The primary sweetener in most Diet Coke is aspartame. اینا بله. آسپارتام رو نگاه کن ببین من خودم دست سر نیاوردم اینا نوشته اینجا آسپارتام. آقا افتخار میکنم بهت. دمت میگم. برال. من حرفی نمیمونه برام. ولی اینم یه جا بریم بالا. اینم همون چیز دیگه همون آرتفیشیال چیز داره سویتنر داره ولی پشتش توی اینگریدینتس ها ننوشته چیزی به اسم آسپارتام. آقا اصلا باور کن تو با هم میرفتی اینا رو میساختی. من میساختم بهتره. دانشت من بهتر من میساختم بهتر. آقا نمره رو بدیم به این. نمره رو بده به این. چند میگیرش؟ 5. قرار بود 10 بدیم به یکیشون. والا 10 نبود آخه. آقای مسی این چه محصولی اضافی قربونت برم. از بین اینا حالا که به اینجا رسیدیم از بین اینا به نظرم این بهتر از بقیه‌شون بود از نظر من. اول نمرهشو بدیم. اول نمره اینو دادم 5. منم میگم 5. 5 میشد 10. آخه طعمش فرق نمیکنه. این سه تا قابل تحمل بودن. یعنی اینکه اگه یه روزی داری از تشنگی میمیری میتونی اونا رو بخوری ولی این شکلیه که ترجیح میدی تشنه بمونی چون که واقعا خوب نیست. وسط صحرای آقا میگه به به برای یه چیزی آوردم نه. تو اوج گرما. نه این چی؟ اون ایمان... حاضری بمیری ولی این آره ایمان یه جمله داره دیگه توی کومو توی روز گرم تابستونی. این واقعا توی روز گرم تابستونی هم نمیارزه که بخوری. حالا وقتی که میکسشون کنیم دیگه واسه حساب پس این شد 20 درسته چون هر دومون 10 20 مون دیگه حالا بچا ولی میگیم 10 واقعا آشغالی بود برای خودش فقط یعنی بین اینا نوشیدنیای دیگه
از پرایم که بهتر بود. حالا آره پرایم خیلی از پرایم از گیدوریت هم حتی به نظر من. نه من باز گیروریت مثلا اون طعم پرتقالش از این بیشتر پرتقالش دوست بیشتر داشتم. دوست داری. من زیاد نخوردم ولی توی ویدیو پرایم یادم خوردم گیدوریت. ولی آره نوشیدنی‌های بهتری هست. آب اصلا خودش از همه اینا بهتره. به خدا اصلا چرا بخوای زندگی تو به خطر بندازی به خاطر پسی؟ آره چوسپه به اینا چوسیه. این رونالدو بود، من حاضر بودم کمپانیشو بخرم. کمپانیشو البته بابا 10 سنتی که دارم در کل، ولی منم اون یه 10 سنت دیگه میذارم. برو بریم 20 سنت. یه نوشیدنیش هم نمیتونیم بخریم. نوشیدنیش هم نمیشه گرفت. نه اصلا خوب نبود، ولی برای یه بار آدم امتحان کنه آره. میارزه. منظور یعنی چیزی نیستش که مثلا دلتون بخواد و هوس کنید. واقعا چیز خاصی نیست. چیز عادیه. قشنگ است قیافه‌هاشون نشون بده. قشنگ هم نیست آخه وقتی مسی رو بذاری گند میزنه. از خوش آب و رنگه دیگه. حالا مسی پشتشو کار نداشته. چی نوشته روش؟ اصلا اسم چیه؟ ماس پلاس نوشته. ماس پلاس بای مسی. ماس پلاس بای مسی. آره. هر کدومش هم این مبرر میشه یه پی میذاشتم. حالا پاس بله. 500 میلم نیم لیتر مثلا هر کدومشون میگه. بعد چند گفتی؟ $4. تا 2.97 گرفتم دونه ای. حالا بچه‌هایی که مثلا انرژی درینک دوست دارن مثل ردبول و نمیدونم ایران یادم هایپ خیلی موقع معروفه. هایپ آره هایپ. بعد پرایم یه چیزیش که خوبه انرژی درینکاش واقعا خوشمزه است. حالا اون یه ویدیوی دیگه به نظرم اونو بگیر. آره حتما دعوتم کنی. حتما خیلی دوست دارم و خیلی اونا خوشمزه تر از پرایم عادیه. واقعا چون گاز داره و قشنگ هایپت میکنه. مثل میمون میری رو این تخت. من بس شما نه شما نه در کل شوخی میکنم. اونا رو من دیدم تو مثلا وبسایت اینا ولی فکر نمی‌کردم اونا اصلا بهتر باشن. گفتم همین فقط قوطیش کردن دیگه. ولی نه فرق داره. اونم اگه لایک های این ویدیو رو به یه تعدادی حالا رسید. اگه به 5 تا رسوندین بریم دیگه. شما دار نکن 5 تا یعنی ما لایک 5000 تا قربونت برم. 5000 دیگه داداش چرا این ور اون ور. اوکی. حالا بیا اینا رو ترکیب کنیم. یک به مقدار مساوی سعی میکنم از هر کدوم بریزم. و ببین زیاد شد یه خورده جفتش. قشنگ شبیه یه چیز دیگه داره میشه همینجوری نزدیک از آقا بزنیم. بو کنم. بوش قشنگ شطور گفت فلنگه دیگه. همش رو ترکیب هم کنی دقیقاً همین. خیلی چیز آشغالی میشه. آره. باز جدا بوشون خوب بود. یکیه والله همش یکیه. الان دیگه ببین یه جوری شده عطر دیدی زیاد بو میکنی همش یکی. دقیقاً اصلا فرق می‌بینی آقا متین مخاطبا ببین. من که واقعا یه چیزی بگم اگه مثلا یه آدمی بخواد یه چیز اینجوری بخوره مثلا ببینی همینجوری توی شاپ واقعا برداره انگار این مشکل مریضی چیزی داره چون واقعا هیچی نداره. واقعا هیچی نداره یعنی نه قندی داره که بگی مثلا چیزه قند خونم افتاده نه مثلا نمک داره حالا سدیم یکم شوره دقیقاً یکم آره سدیم داره ولی هایدریشن دیگه میگم خواستن که نزدیک آب باشه مثلا یه ویتامین اینا مثلا زدم بهش که دقیقاً حالا برای مثلا ورزش و اینا خوبه آقا. آره برای ورزش خوبه ولی بازم برای ورزش من آبو ترجیح میدم. آبو ترجیح. حالا ولی آدم اینو برای ورزش بگیره من این چیز بگم باز واقعیت اینو به آب ترجیح میدم. دلیل داره. اینو به آب ترجیح میدم. بگو دلیلت. ببین آب یه چیز خیلی حوصله سربره دیگه تو میتونی هر جای آب بخوری هر جای بیسیکه دیگه. آره هر جای ولی اینو همه جا نمیتونی بخوری فقط مسی عجبا. آره ولی ببین آب تو ورزش حالا آب میشیدنی هر چیزی که حال کنی باشه. تو ورزش من آبو بعد از ست میخورم یادم یه پشت چلو کباب میخورم انقدر حال میده به من پیشنهاد شده گرمته از تو آبو میخوری خنک مثلا آتیش درونی تو چیز کاملا قبول. خب آقا این بود از داستان ماسی و بار دیگه ما متوجه شدیم که گول مارکتینگ رو نخورید. نوشیدنی‌های بهتری در بازار وجود داره. پسی رو میذارم ولی یه ساندویچ مثلا 3 لول پایین‌تر باشه. آره ساندویچ 3 لول پایین‌تر باشه. دقیقاً. و نوشیدنی بهتری هست. فکر نکنید ما الان خیلی اینا چیز خاصی بوده. یعنی دلتون نخواد منظور اینو من دارم. دقیقاً. دلتون نخواد چیز خاصی نیست. همون پرایمش هم که همه جا تو بوق و کرنا میبرن میارنش اونم اصلا چیز خاصی نیست. درسته مزایای جدیدش هم اومد ولی اونها هم چیز خاصی. اصلا انگار یه چیز بی‌معنی فقط با شکر. آره پرایم خیلی قندش بالا
بود. پرایمر هر آره. کدوم 300 خورده کالری بود. 300 خورده کالری هیچ بود. وقت فکر به کنم. کالریش دقت نکردم. آره چون شکر داشت. چون شکرش خیلی بالا بود. ولی این نداره، شکر نداره و کالریش هم 10 دیگه. ولی تو همون فرم بسته. یارو ورزشکار باید هم کالریش داره. آره دیگه اون آقا ورزشکار. اینم تنهاش نذاریم. آره اینو تنهاش نذاریم. آقا دمتون گرم. اینا شد آره. اینا شد طعمای ما. خدا این متین رو ساب کنین، انقدر تلاش میکنه براتون. نوکرم. لایک لطف کنین. لطفاً. همونجوری که گفتم زنگوله رو دوباره اینجوریش کنین و زنگوله رو خلاصه آره. زنگوله دمتون رو گرم چیز آقا. کن. من خیلی آره. خوشحال شدم تو ویدیو منم خوشحال خودم شدم و که اومدی منو همراهی کردی. یه تو چیز ویدیو. آقای پسیو چیز کردیم آه، کنیم. نوشیدنی آقای بله مسی. نوشیدنی یادم آه، نوشیدنی. دمتون نوشیدنی گرم آقای مسی رو خوردیم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. لایک، کامنت و سابسکرایب اینا رو کارهای اداریشو که دیگه بلدید. آقا اگه دوست داشتید و واقعا خوشتون اومد از این سبک ویدیو بگین که بریم انرژی درینک های پرایمو تست کنیم. آره تو کامنت ها بگید دیگه. اینستاگرام تاها میاد اینجا. بس برید کارهای اداریشو انجام بدید. پیجت بازه دیگه. کارهای اداری. کار یعنی فالو و آه. لایک و اینا دیگه. آقا من خطرناک داری آره بازه دارم. من- پیجه باز که پابلیکه. نیست پرایوت ولی حالا الان که من گفتم بازش چی کن. میگن جنس مخالف خاص داره. بله. بله. آقا جاش اینجا جاش. حالا کردم. میدونم شوخی. آره. منم شوخی. نه ولی شوخی نداشت. آره. در کل که پیجای ما میاد لایک کامنت سابسکرایب اینا رو انجام بدید و تا یه ویدیوی دیگه فعلا بای ناو.